مقامات ملیسای نویه کوشونیون دولتشاه میرزویف ساکن 31 ساله جماعت زرگر این نویه را که در جستجو قرار داشت بعد 5 سال دستگیر کردند. پادپالکوونیک آفاق قادریان سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلون خبر داد که دولتشاه میرزویف برای صادر نمودن جنایت قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی شهروند جمهوری تاجیکستان هنگامی در روسیه در مهاجرت مهنتی قرار داشتنش عیبدار دانسته شده در جستجوی رسمی قرار داشت. بنا به این منبع دولتشاه میرزویف 1 فوریه سال 2016 در روسیه از روی خصومت شخصی به همدیهش حاکموف عادل جان ساکن نویه مذکور جماعت دهات زرگر مناقشه کرده است. در جریان مناقشه او با کار 2 مرتبه به همدیهش ضربه زده است. به سلامتیش ضرر وزنی رسانیده و از جای حادثه غیب شده است. حالا نسبت به میرزویف دولتشاه بر اساس ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. شام 26 اپریل تخمینا ساعت 18:50 خیرالله جباروف راننده اوپل ویکترا ساکن 51 ساله جماعت محور نویه پنجکین در راه پنجکین بختر از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد تاشوف میرنگور میرزویفنا ساکن 23 ساله جماعت وطن نویه فرخار را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. ساکن 42 ساله قبلا سود شده جماعت سرزم پنجکین به غارتگری عیبدار می شود. وزارت کارهای داخله گفت که او شب 19 مارس تخمین ساعت 20:20 در دهه شورناو جماعت سرزم تلفن موبیلی و یک مقدار پول ساکن 30 ساله جماعت راحتی نویه رودکی را با زوری کشیده گرفته است. به مرد دستگیر شده که قبلا بر اساس ماده 111 با اتهام رسانیدن آسیب به سلامتی محکوم شده بود، این دفعه بر اساس قسم 2 ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای غارتگری از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند.